فیلم های مختلفی که شما بازی میکردید، جای مختلفی که میرفتید و همین تجربیات، مردم همیشه بودن مثل اینجا نیستش، یا اون زمان، یا نمیدونم الان داخل کشورم باز به چه صورتیه، ولی یه جوری بودش که مردم میتونستن با شما اون ارتباط برقرار کنن و اون رابطه باشه. و یادم میاد باز دوباره صحبت از این هستش که مردم میومدن به دیدن شما سر صحنه یا سر ست و این مسائل. این مسئله کارگردان ها بازیگران دیگر رو ناراحت میکرد، مشکل براشون به وجود میومد، اینقدر توجه مردم، اینقدر خب این خیلی نرمال و طبیعیه تو دنیا. وقتی که یه فیلم ساخته میشه، یه هنرپیشه معروف میشه، اون فیلم به اسم اون هنرپیشه معروف میشه. مگه چند تا کارگردان تو دنیا هستن که اسمشون از هنرپیشه ها معروف تره، از خیلی هنرپیشه ها معروف تره و همیشه اونا مطرح میشن. ولی بقیه کارگردان ها فیلمی که میسازن، هنرپیشه که توش مطرحه اون بازی کرده، فیلم به اسم اون تموم میشه. مثل موزیک، از خواننده که یه موزیک صدایی در میاد، مثلا یه آهنگی رو میخونه، هیچ وقت اونقدر دقت نمیشه که این آهنگو کی ساخته، شعرشو کی گفته میشه، صحبت میشه، ولی همیشه میگن مثلا فلان آهنگ داریوش، فلان آهنگ فلان کس. میدونی این همیشه بوده و اون موقع خب طبیعی بود، همیشه بود. و سر صحنه مردم، زمانی که ما تو خیابون ها فیلم برداری میکردیم، خب طبیعتا مردم جمع میشدن. ولی دیگه تو استودیو این وقت مردم جمع میشدن، کارگردان عصبانی میشد نمیشد؟ کارگردان ازش از مدیر تهیه میخواست که مردم رو یه جوری نگه داره، جایی نگه داره که لطمه نزنن به کار. البته آدمای مزاحم هم بودن، نه که نبودن، آدمای مزاحم هم بودن، ولی بابت کارگردان حس حسادت نمیکرد، یا اون حالت نبود، یا بازیگرای دیگه ناراحت نمیشدن؟ مردمی که وایساده بودن، مردم وایساده بودن فیلم برداری رو تماشا کنن. درسته که مثلا هنرپیشه معروفشون همون جلو دوربین بود، اما دیگه بیان شعار بدن و نمیدونم فلان که نبود، وایساده بودن ساده فیلم برداری تماشا میکردن. در نتیجه کارگردان احتیاج نداشت حسادت بکنه. اوکی. در رابطه با فیلم های مختلف صحبت میکنیم، کارگردان های مختلف صحبت میکنیم، و بعد بهروز وثوقی، چقدر نقش شما تو فیلم ها مدیون کارگردانه و چقدر خودتون هستید؟ چون همونطور که گفتید فیلم به عنوان هنرپیشه مطرح میشه، کم تا کسی هستش که بدون مثلا تنگسی رو چه کسی ساخته، یا داشاکل رو کی ساخته شاید، یا سوز دلان رو، دست‌اندر کاران سینمایی مردم شد. درسته، مردم کمتر توجه میکنن. به هر حال کارگردانی که من کار میکردم، کارگردان آخر کارگردانی بودن که آدمای سرشناسی بودن، آدمایی بودن کارشون میدونستن و هیچ مسئله‌ای نبود به اون شکل که مثلا من به اونا یاد بدم. اما یه چیزای کوچیکی که پیدا میکردم باهاش مشورت میکردم. چون ما وقتی که من یک فیلم رو شروع میکردم با کارگردان، اولا من یه داستان رو اگر انتخاب میکردم برای کار، شاید 70-80 دفعه میخوندمش، برای اینکه تمام زوایای داستان رو باید میدونستم. در نتیجه خاطرم جمع بود که مثلا امروز داریم این سکانس رو میگیریم، این سکانس درسته که آخر فیلمه، ولی مربوط میشه به یه سکانسی که من باید تو اون سکانس اینجوری باشم. حالا اونو نگرفتیم، ولی من اونجوری رو با خودم داشتم برای این سکانس. توجه میکنید؟ به همین دلیل ما با کارگردان میشستیم، حرفامونو میزدیم. این اواخر 3-4 سال آخر من با کارگردانا میشستم، حرفامو میزدم. اگه اشکالی داشتم با نسبت به نوشته اگه کارگردان نوشته بود با خود کارگردان، اگه نویسنده داشت با نویسنده، که آقا این چیه، اینجا اینجوری نوشته شده، چون این ربط پیدا میکنه به فلان جا، اینطوری میشه اونطوری میشه. حالا یا کارگردان یا نویسنده منو قانع میکردن که این باید اینطوری باشه، یا من اونا رو قانع میکردم قبول میکردن، یعنی میگفتن تو درست میگی اینطوریه. اونم به خاطر این توجهی که من در 60-70 دفعه خونده بودم، داستان اون نقطه ضعف رو پیدا کرده بودم بود. سر فیلم برداری دیگه ما پرابلمی نداشتیم، چون حرفمون زده شده بود دیگه. منم اون آدم روز اول که راه مینداختم دیگه فرق نمیکرد، کاتم میدادن میشدم بهروز وثوقی، تا میگفتن حاضری میشدم اون آدم. یعنی اون آدم ساخته شده بود دیگه، میدونی چی میگم، اون قالب ریخته شده بود. در نتیجه کارگردانش وقت با من پرابلمی نداشت با اون شکل.